مرحوم سید کریم دستمالچی. ما تبریزی‌ها یه سید کریم دستمالچی داشتیم، مداح بود. در سن 50 سالگی میگفت که خوندیم شب عاشورا صدام گرفت. گفت دیگه صدام در نمیاد. گفت اومدم خونه گفتم که دیگه آقا نمیخونه چون صدا ندارم بخونم. گفت اصلا خواستم که بخوابم دیگه. گفت تو خواب مادرمو دیدم. خیلی سید نازی بود، خیلی سید نازی. نشد جلسه ای کنایی که تو دور برای خصوصیش بودن، نه هر جلسه ای که میگو 5 نفر، نشد جلسه ای که بگه این قش کنه بعد بلند شه نگه ننم اومد. سید اینجوری میگفت دیدم مادر اومد. من نمیدونم فارسی چی میشه، ترکی فرمود میری بالا، یعنی بچه سیدم همینجوری بلند شد. گفتم مادر صدام گرفته. فرمود من اینجوری دوست دارم تو بخونی. گفتم چشم. اومده بود بالا منبر میگفت خدا شاده انگار تازه اولین روزی بود که شروع کرده من بخوندن، تا آخر عمرشم صداش نگرفت. میگه پروانه نمیمیرد تا گل به بغل دارد، این سینه نمیگیرد تا عشق تو بردارد.